به نام خدا حیدری هستم از سایت آموزشی learnfiles.com. در خدمت شما دوستان عزیزم هستم با جلسه 12 با آموزش اکسس 2013. در جلسه قبل ما نمایش دادیم که چطوری یک فرم رو به عنوان فرم اصلی در اکسس جوری تنظیم کنیم که وقتی برنامه‌مون رو اجرا کردیم، وقتی اکسس رو اجرا کردیم، تنها اون فرم رو به صورت پیش‌فرض به ما نمایش بده. در این جلسه برای اینکه بتونیم فرم ها رو بهتر طراحی کنیم، خیلی شیک‌تر اون نرم افزار اکسسمون رو اجرا بکنیم، میخوام راجع به فرم ها بیشتر توضیح بدم. شما میدونین که جداول یکی از راه‌های ورود اطلاعاته، اما از اون طرف که جداول برای ورود اطلاعات، برای ورود مستقیم اطلاعات خیلی کاربرد دارن، اما فرم ها که بر پایه این جداول طراحی میشن برای ورود اطلاعات ساده تر و معمول ترن، یعنی استفاده از اونها خیلی راحت تره. فرم ها فیلد های جدول رو به گونه‌ای ارائه میدن که خواندن داده ها و ورود اطلاعات ساده باشه. وقتی فرمی رو بر مبنای جدول ایجاد میکنین، اکسس فیلد فرم ها رو مستقیما درون فیلد همون جداول قرار میده. فرم هایی که شما برای ورود یک باره رکوردها کمک میکنه راه حل خوبیه برای تضمین صحیح اطلاعاته، به خصوص زمانی که سایر کاربرانی هم که با اون اکسس کار میکنن قادرن که، یعنی اجازه این رو دارن که یه سری اطلاعات رو وارد پایگاه داده بکنن. وقتی به قولی مدیر اون پایگاه داده چند نفر باشن که بخوان استفاده بکنن، فرم ها بهترین راه حل هستن که اطلاعات رو وارد کنن. البته در جلسات قبل هم من گفتم که شرط ایجاد یک فرم کارا برای استفاده از چندین جدول که مثلا اطلاعات رو وارد چندین جدول بکنه اینه که بین جداول یک کلید اصلی انتخاب بشه، یک کلید خارجی انتخاب بشه و ریلیشنشیپی که بین این جداول ایجاد میشه بسیار بسیار زیرکانه و کارآمد باشه. یعنی اون طراحی که این اکسس رو طراحی میکنه باید بدونه که چه کلیدی رو انتخاب کنه تا بتونه بهترین ارتباط رو بین جداول ایجاد کنه. این بسته به خلاقیت طراح داره. خب همونطور که گفتم برای ایجاد فرم ما از منوی کرییت و ساب منوی فرم استفاده میکنیم. تو این قسمت شما میتونین فرم رو بر اساس اون جدولی که انتخاب کردین ایجاد کنین، میتونین طراحیش کنین و میتونین یک فرم ساده و خالی ایجاد کنین. حتی میتونین از فرم ویزارد استفاده کنین که به صورت پیشفرض خودش از روی جدول یک فرمی رو ایجاد میکنه. البته از روی جداولی که با هم ارتباط دارن فرم رو ایجاد میکنه. من قبلا فرم هایی رو در جلسات قبل ایجاد کردم که میخوام یکی از اونا رو باز کنم و توضیحات کامل رو در رابطه با اینها براتون بگم. خب این یکی از فرم هایی بود که ما جلسات قبل ایجاد کردیم. ما گفتیم که فرم ها رو میتونیم در 3 نما ویرایش کنیم. نمای اول نمای فرم دیزاین ویو بود که در این نما ما به این صورت فرم رو داشتیم و میتونستیم یه سری آیکون ها رو، یه سری رکورد ها رو، فیلد ها رو، اینا رو همه رو تغییر بدیم. از قسمت فرم دیزاین تولز هم استفاده میکردیم. نمایهای دیگه یکی فرم ویو بود و یکی دیگه دیزاین ویو بود و یکی هم نمای اصلی خودش، یعنی خود فرم هست که نمایش فرممون هست. پس ما از 3 نما میتونستیم فرم رو نمایش بدیم. نمای فرم ما میتونیم اطلاعات رو وارد کنیم. در نمای طراحی هر شیء به صورت یک عنصر مجزا و قابل ویرایشه. مثلا در نمای طراحی میتونین هر کادر محاوره‌ای رو که مربوط به داده ها و برچسب‌های ویرایش کنید. در نمای دیزاین ویو هم میتونین کنترل های موجود روی فرم رو بچینیم. کنترل های موجود منظورش اینها هستن. این کنترل آیکون های کنترلی رو که میتونیم به فرممون اضافه کنیم.
داخل اکسس ما به سادگی میتونیم که بین نماهای مختلف سویچ کنیم و فرم ها رو در نماهای مختلف طراحی کنیم. در نمای فرم دیزاین تولز خب ما یه سری گزینه‌های کنترلی داریم که میتونیم فرممون رو طراحی کنیم. من برای بچه‌هایی که دارن پایگاه داده کار میکنن و قراره یه پروژه برای درس پایگاه دادهشون به استادشون بدم، پیشنهاد میکنم که خیلی این قسمت رو دقت کنن، چون ما با اون فرمی که طراحی میکنیم و میتونیم به صورت اپلیکیشن درش بیاریم که موقع اجرای برنامه‌مون اون فرم به صورت پیش‌فرض باز بشه، خیلی راحت میتونیم برنامه‌ای رو که ساختیم به عنوان پایگاه داده به استادمون ارائه بدیم. من حالا گزینه‌هایی رو از این فرم بهتون میگم، فقط جهت معرفی بهتون میگم، سعی میکنم براتون اجرا بکنم، اما اینکه خودتون روی پروژهتون اعمال بکنین باز بهتر میتونین درک کنین که این چه گزینه‌هایی هستن. شما میتونید برای زیبا کردن فرم هاتون از تم های مختلف استفاده کنین. اکسس 2013 این امکان رو برای شما فراهم کرده که شما بتونید روی فرم هاتون تم های مختلفی رو اعمال کنین. البته در حالت ویو اگه بذارم شما بهتر میتونین تم ها رو ببینید. تم های اعمال شده به هر صورتی که شما بخواین میتونین استفاده بکنین. حتی میتونین دانلود کنین یا اون فرم هایی که تم هایی که از قبل از 2007 یا 2010 توی سیستمتون داشتین هم استفاده کنین، یا تمی بسازین، وارد کنین یک عکسی رو به عنوان پس زمینه در فرمتون و اون رو به عنوان یک تم ذخیره کنین. رنگ ها و فونت اون فرم رو هم میتونین از این قسمت تغییر بدین. گزینه‌های کنترلی که ما میتونیم استفاده بکنیم اینها هستن. از فلش به عنوان برای سلکت کردن، برای انتخاب کردن فیلد هامون استفاده میکنیم. از تکست باکس برای وارد کردن اطلاعات استفاده میکنیم. به اینها میگن تکست باکس. از لیبل به عنوان برچسب استفاده میکنیم. هر تکست باکسی رو که وارد فرم میکنیم نیاز به یه برچسب داره، به یه عنوان داره. ما برچسب ها رو پشت تکست باکس ها یا بالای تکست باکس ها استفاده میکنیم که اون متنی رو که قرار از طریق تکست باکس وارد فرممون بشه به ما مشخص کنه، بگیم مثلا این چی هست. باتون یعنی دکمه های کنترلی که توی قسمتی که داشتیم با صورت ویزارد وارد میکردیم یه سری دکمه های کنترلی رو معرفی کردم که اون دکمه ها چی کار میکردم. برای وارد کردن دکمه از اینجا از داخل نمای دیزاین وارد میشیم و انتخاب میکنیم. ببینیم به این صورت من دکمه رو انتخاب میکنم. به محض اینکه وارد فرم میکنم برای من یک پنجره به نام کامن باتون ویزارد باز میشه. تو قسمت کاتگوری ما مشخص میکنیم که این کلید قراره چه کارهایی رو انجام بده و هر کدوم از اینها باز یک اکشن یا عکس العملی رو دارن ایجاد میکنن. مثلا ریکورد نویگیشن برای وارد کردن مثلا رکورد های بعدی بود، مثلا برو تو به رکورد آخری، به رکورد اولی، رکورد بعدی و همینطور دیلیت کردن، داپلیکیت کردن، پرینت گرفتن. اینجور دکمه های کنترلی رو ما میتونیم وارد فرممون کنیم. در نظر داشته باشین اگه بخوایم فرمی رو به صورت کامل طراحی کنیم نیاز به این دکمه ها دارین. پس برای استفاده از این دکمه ها حتما دقت لازم رو داشته باشین. شما میتونین فرمتون رو به صورت چند تب استفاده کنین، مثلا چند برگه باشه، مثلا میتونه یه برگ باشه، دو برگ باشه، یعنی در قسمت های مختلفی میتونین فرمتون رو طراحی کنین. همچنین میتونه شما به فرمتون لینک وارد کنین. لینکی که وارد میکنین خیلی اینجا مهمه. شما ببینید من گفتم که قراره یه فرم به عنوان فرم اصلی و به صورت پیش‌فرض وارد بشه.
خب شما نیاز دارین که از اون فرم به فرم های دیگه هم سویچ کنین. پس این هایپر لینکه که من اینجا میخوام به شما معرفی بکنم خیلی برای شما کاربرد داره که شما بتونه از طریق این فرم به فرم ها و جداول و کوئری های دیگه هم دسترسی داشته باشین. ببینیم شما حتی میتونید به نرم افزارها، به داده هایی که داخل سیستمتون هستن لینک بدین، اما بیشتر کار شما با بوکمارکه. بوکمارکه که میزنین اون جداول، کوئری ها، فرم ها و ریپورت هایی رو که از قبل ساختین و داخل اکسستون هست رو اینجا برای شما لیست میکنه. شما میتونید از طریق این لینک، از طریق هایپر لینک به اونها لینک بدین. پس فرمی رو که برای شما به صورت پیش‌فرض باز میکنه میتونه به همه فرم ها لینک داده بشه. این دیگه بسته به سلیقه خودتون هست که چجوری این لینک ها رو بچینین و از طریق اون فرم اصلیتون که به صورت پیش‌فرض باز میشه به تمام قسمت های پایگاه داده‌تون دسترسی داشته باشه. خب از این هم میتونین استفاده بکنین که انشالله من الان یکیشو براتون انتخاب میکنم. مثلا از این فرم میخوام به کوئری مجموعه دروس انتخابی دسترسی داشته باشم. اینجا هم اوکی میکنم. خب ببینین این لینک رو برای من اینجا وارد کرده. من از سلکت استفاده میکنم و اینو تغییر میدم، جابجا میکنم. در فرم اصلی من الان میتونم اینو یکی هم تغییرش بدم، مثلا این کوئری رو حذفش کنم، اینو هم در وسط قرارش بدم، وسط چینش کنم. ببینید به این صورت. خب در فرم اصلی من از طریق این لینک به کوئری خودم دسترسی خواهم داشت. خب وب براوزر کنترل، شما از طریق این میتونین به وب هایی که به اون سایت هایی که این پایگاه داده مربوط به اون میشه لینک بدید. نویگیشن کنترل هم همون گزینه‌های کنترلی هستن که برای سویچ کردن بین فرم ها، بین جداولتون استفاده میشه. آپشن گروپ برای گروه کردن مثلا یک سری مطالبه. مثلا شما الان بخواید از آپشن باتون استفاده بکنید، نیاز دارین که مثلا آپشن باتون فقط یکیش فعال میشه. مثلا شما دوتا از این آپشن باتون بذارین، از بین اون دوتا آپشن باتون ها فقط باید یکیش فعال بشه. خب شما برای اینکه این کار رو انجام بدین لازمه که این دوتا رو توی یه گروه بذارین که مثلا انتخاب بشه که هر دوتاشون به چه صورت باید قرار بگیرن، این باید تیک بخوره یا اون باید تیک بخوره. اگه تو تا به حال فرم ثبت نام سازمان سنجش رو پر کرده باشین خودتون به شخصه، با این تیک ها، با این چک باکس ها روبرو شدید. و میتونین چارت وارد کنین، میتونین کامبو باکس وارد کنین. کامبو باکس هم که بهتون گفتم همون منوی کشوییه که شما میتونین هم تو فرم هم توی جداولتون وارد کنین. روش ساختش هم قبلا به شما گفتم. شما میتونین یک لیست باکسی استفاده بکنین. اگر یک متنی دارین که باید توضیحات بدین، مثلا توی یه سری از سایت ها شما قراره یک سری مشخصات از خودتون بنویسین، مثلا میان مهارت هاتون رو توی یه تکست باکسی مینویسین. اگر تکست باکستون بیشتر از اون متنتون بیشتر از اون تکست باکس حجم داشته باشه، میتونین از لیست باکس استفاده بکنین. لیست باکس بهتون یک اسکرول بار هم میده که شما متنتون رو میتونین پیمایش کنین. این چک باکسه. اگر دقت کرده باشین توی آپشنمون توی همه قسمت هایی که مربوط به ویندوز و نرم افزارهای دیگه هست از این دکمه ها داریم. چک باکسه. فقط شما یه متن رو دارین، یک گزینه رو دارین که باید کنارش تیک بزنین. اگه تیک بخوره فعاله، اگه تیک نخوره غیر فعال. شما میتونین اتچ کنین، میتونین آبجکت وارد کنین، مثلا یه عکسی وارد کنین، یک لینکی از یک مثلا نرم افزار دیگه رو وارد بکنین. میتونین امکان وارد کردن یک فایل رو در فرمتون ایجاد کنین با قسمت اتچمنت. این رو که بزنین
به شما این امکان رو میده که مثلا شما یک مثلا رزومه خودتون رو اگر مثلا تو سایت های استخدامی ثبت نام کرده باشین، میبینید که امکان این وجود داره که شما مثلا رزومه خودتون رو برای اونها ضمیمه کنید. پس اونها از این گزینه ممکنه استفاده کنن، از گزینه اتچمنت. و اینجا یک باند آبجکت فرم هم داریم که دقیقا مثل همون گروه کردنه. و از همین گزینه‌ها شما در کل میتونین از همه این گزینه‌ها برای ساخت فرمتون استفاده کنین که مهمترین اون برای شما میتونه هایپرلینک باشه، میتونه لیبل ها و تکست باکس هاتون باشه. همینطور میتونین به فرمتون عکس وارد کنین. از اون جایی که ذخیره کرده میتونین عکسای مربوط به اون سازمانی که براش پایگاه داده دارین ایجاد میکنین رو وارد بکنین. فرمتون رو میتونین خیلی زیبا بسازین و اون فرمی رو که با اون سلیقه خودتون طراحی کردین حتی میتونین گفتم به صورت یه تم هم وارد اکسس کنین، ذخیره کنین. سیو کارنت تم. اگر نیاز باشه که شما مثلا عنوان رو تغییر بدین، از این قسمت تغییر میتونین بهش زمان و تاریخ بدین. وارد این فرمتون میتونین زمان و تاریخ کنین که این قابلیت آپدیت هم داره، قابلیت بروز رسانی داره. اگر خواستین بروز رسانیش کنین تیک داره، میتونین تیکشو بزنین. اگر نخواستین هم که به صورت ثابت باشه میتونین تیک آپدیتشو بردارین. اگر نیاز باشه که شما از چندین فرم استفاده بکنین، شما میتونین از گزینه اکسیدینگ فیلد استفاده بکنین و تمام اون جداولی که فرم با هم ارتباط دارن رو اینجا لیست کنین و هر کدوم از اون فیلدهایی رو که نیاز دارین رو وارد فرمتون کنین. فقط کافیه که درگ کنین، روی اون فیلد کلیک کنین و درگش کنین به و این ایزرت هایپرلینک من فعاله. درگش کنین به فرمتون. و گزینه‌های دیگه که شما اگر نیازی به اونها داشته باشین من میتونم براتون توضیح بدم، ولی در این قسمت برای شما که بتونین یه فرم خوب رو طراحی بکنین کافیه. خب سربرگ‌های دیگه هم براتون توضیح میدم. تو این سربرگ شما اگر توی ورد جدول رو کار کرده باشین یا توی اکسل هم جدول رو کار کرده باشین، این گزینه‌ها همشون تو اون قسمت هستش. فقط این قسمت ممکنه برای شما جدید باشه که اونم اگر الان براتون توضیح بدم قشنگ متوجه میشین. قسمت bring to front و send to back برای استفاده اون شکل‌های اشیایی هست که وارد فرمتون میکنه و میخواین ترتیب قرار گرفتن و ترتیب نمایش اونها نسبت به هم مشخص باشه که یکی عقب باشه یکی جلو باشه. این قسمت رو توی توی ورد و پاورپوینت هم داشتیم، حتی الاینمنت هم داشتیم. مثلا اینکه بخوایم مشخص کنیم که یک فیلد ما در کدوم قسمت فرم قرار بگیره میتونیم از الاین استفاده بکنیم. سایز فرم هم میتونین، سایز فضای بین فرم ها و بین چیزها رو هم میتونین از این قسمت استفاده بکنید. در سربرگ فرمت هم شما تمام گزینه‌هایی رو که در هوم دارین رو هم دارین. شما میتونین متنتون رو از این قسمت ویرایش بکنین. اگر یادتون باشه تو اکسل ما یه قسمتی داشتیم که مشخص میکردیم، تو اکسل و تو خود اکسس هم داشتیم فرمتینگ که شما میتونستین داده هاتون رو مشخص کنید که فرم داده هاتون چیه. میتونست کارنسی باشه، میتونست درصد باشه، میتونست اینتجر باشه، میتونست داده های اعشاری باشه و به هر صورتی که بخوایم میتونین فرمت داده هاتون رو اینجا مشخص کنید. خب امیدوارم که شما بتونین از این توضیحات من یک فرم زیبا رو ارائه بدین و هر جا که مشکل داشتین با سایت تماس بگیرین و من دوباره براتون توضیح خواهم داد. امیدوارم مورد پسند شما این بخش از درس واقع شده باشه. این جلسه آخر اکسس بود. با
در جلسات بعد من در نظر دارم که برنامه‌های کاربرد تری رو برای شما توضیح بدم و یه قسمت‌هایی از آفیس مونده که با اجازه از گروه سایت لرن فایلز من اگر اجازه بدن اونها رو هم برای شما تدریس میکنم و فیلم‌های آموزشیشو برای شما ارائه میدم. شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی موفقیت براتون دارم.